درود، من سینا ایجادیم. این فصل دوم جان شرقیه. ما فصل اول رو با کتاب بسیار مهم آقای پیتر ال کلر رو به اسم افسانه فردگرایی تموم کردیم. 12 قسمت. اگر دوست داشتید خواهشاً سپاسگزار میشم که اون رو گوش کنید و زیاد دیگه این هفته بهش نمیپردازم، یعنی تو این قسمت. در قسمت جدید و فصل جدید من به کتاب مهم جنون قدرت نامشروع آقای دکتر محمد رضا سرگلزایی میپردازم به دو دلیل. اولا ایشون ایرانی است، عاشق ایران، زمینه‌ای که ما داریم توش زندگی میکنیم رو به خوبی میشناسه و اینکه این کتاب مجموعه ای از مقالات که میشه روش بسیار گفتگو کرد و زوایاش رو دید و به دردمون میخوره که من عکسش رو سعی میکنم ادیت کنم اینجا یا اینجا هر کجا که جا بود قرار بدم. فصل اول این کتاب نامش هست اسطوره شناسی و امر سیاسی. آقای دکتر خب تخصصشون روانپزشکی هست، به خاطر همین زمینه‌ای که موضوعات رو نگاه میکنن اصولاً رگه هایی از تئوری ها و نظریات روانشناسانه توش وجود داره. این مقاله در فصل اول به نگاه فردوسی بزرگ، سرمایه مهم ما ایرانی ها میپردازه که چگونه داستان ضحاک رو در بستر یک امر سیاسی که داستان اسطوره شناسانه است برای ما توضیح میده. طبیعتاً فکر میکنم هممون این رو میدونیم که اسطوره ها غیر واقعی نیستن. اسطوره ها روش برخورد و ارتباط برقرار کردن یک ملت با هستیشونن. یعنی اون ملت هستی رو چجوری میبینه، چجوری باش ارتباط برقرار میکنه، ابزارهای ارتباط برقرار کردن با اون هستی رو چجوری تولید میکنه. به خاطر همین شناختن اسطوره های یک ملت به نوعی شناختن اون ملته و اگرم شیادانه این رو بشناسیم میتونیم برعکس استفاده بکنیم و اون ملت رو به بازی بگیریم. خب خیلی نگاه ها وجود داره که گاهی اوقات فکر میکنن نگاه اسطوره شناسانه یه جورایی جبری درونش حاکمه. مثلا آرکتایپ یا کهن الگو که در فارسی ترجمه شده که یونگ خیلی بهش اهمیت میده و ناخودآگاه جمعی رو با اون توضیح میده. آقای دکتر اینجا بهش اشاره میکنه که نه، درست جبریست، اما دیدن اون پترن، دیدن اون الگو، آنچه که داره رخ میده رو به ما نشون میده و چیز مهمتر راه برون رفتش هم نشون میده. یعنی اینکه ما وقتی یک پترن رو میشناسیم راه برون رفت از اون پترن رو هم میشناسیم دیگه. پس وقتی یک چیزی برای یک ملتی تکرار میشه پاسخش در داخل همون تکرار شوندگی وجود داره. اینجا تمرکز بحثی که میشه در مورد داستان ضحاک، چگونگی به قدرت رسیدن و ربط و نسبتش با بحث اسطوره شناختی یا اسطوره شناسی ما ایرانی هست. یه اشاره اینجا ابتدای بخش میکنه آقای دکتر سرگلزایی به این که یه داستانی هست از سیلونه که برای شروع خیلی جذابه، میخونم بعد در ادامش توضیح میدم. میگه چو روباه می آید، چو شیر حکومت میکند و چون سگ میرود. این رو یک عبارت اسطوره‌ای اگر در نظر بگیریم یک پترنیه که برای حکومت‌های مستبد تکرار پذیره. چون روباه می آید، چون شیر حکومت میکند و چون سگ میرود. یعنی این رو هم میتونیم به این نگاه بهش توجه بکنیم که البته کتاب مهمیه، میتونید بهش رجوع بکنید و بخونیدش. اسم کتاب رو نمیدونم گفتم یا نه، کتاب نان و شراب و دانه زیر برف. برگردیم به شاهنامه نازنین فردوسی. فردوسی در بخش اساطیری شاهنامه به داستان ضحاک میپردازه. داستان ضحاک پس از پادشاهی جمشید جم هست که به دلیل طغیانی که نسبت به درک محدودیت‌های انسانوار خودش داشت گفت من خداام و این ناسپاسی هم ضربه به خودش زد هم ضربه به مردم. ضحاک یک فرایندی میاد و بر ملت ایران
حاکم میشه. تا همینجاشو نگه دارید که ضحاک اومده بر ملت ایران حاکم شده. تا ادامهش رو بگم. خب تا اینجا رسیدیم که ضحاک اومده بر ایران حاکم شده. قبلش یادمون نره ما در مورد اسطوره شناسی و امر سیاسی داریم صحبت میکنیم که فردوسی بزرگ یکی از بزرگترین که نه بزرگترین اسطوره شناس و حافظ ملی ما ایرانی هست. ضحاک اومده بر ایران حاکم شده. یه لطیفه و یک طنز عجیبی رو آقای دکتر اینجا بهش اشاره میکنه. ضحاک خب طبیعتا نامی است عربی و طبیعتا اولین و نخستین نامیه که فردوسی استفاده میکنه. و یک نکته خیلی مهمه اینکه دیکتاتور فردی است با زبان بیگانه. حالا زبان بیگانه اینجا دوباره بحثا با هم قاطی نشه. بحث برتری زبانی هیچ قوم و هیچ نژادی به هیچ کس دیگه ای نیست. بحث این هست که سلطه کسی اگر بر یک ملتی داره به وجود میاد از طریق یک بیگانگیه، از طریق یک چیز کسیه که آشنا نیست با اون مردم. اینجا اشاره میکنه. ضحاک یعنی خنده رو، خود واژه‌اش رو اگر بخوایم معنی کنیم. اما در اوستا و در نامه‌های پهلوی ایرانی به اژدیهاک یا اژدهاک اسم ضحاک اومده که اونجا معنیش یک اژدهاست، ولی اینجا تبدیل شده به ضحاک. یک اسارت زبانی داره اتفاق میفته. کسی که دیکتاتوره، کسی که ستمگری و بیداد میکنه خنده روه. یک قلبی داره اتفاق میفته. یک شرایطی داره به وجود میاد که انگار زمین بازی رو دارن برای یک رفتارهای ناشایستی آماده میکنن. کتاب اینجا در مقاله اول اشاره میکنه که اینجا فردوسی بزرگ به یک اسارت زبانی اشاره میکنه. میگه دیکتاتور میاد اندیشه رو از شما میگیره. چجوری اندیشه رو از شما میگیره؟ که زبان رو تحت تاثیر قرار میده. واژگانی رو انتخاب میکنه، زمینه هایی رو میاره، داستان هایی رو به شما میده که واقعیت رو گونه‌ای دیگه ببینید. ضحاک رو پدر ببینید، پدری مهربان و خنده‌رو. نکته مهمیه. حالا آقای دکتر میگه که فردوسی نزدیک به 1000 خورده ای سال پیش به این اسارت زبانی اشاره میکنه. در کل عرض کردم زبان سلطه زبان تحریف واقعیته. اسمای زیبا گذاشتن روی تجربه های نازیباه. اون تفکر ایدئولوژیکی که حالا بذارم بر ما بد جا افتاده، چون همه چیز یک پس زمینه ای داره که ایدئولوژیکیه دیگه، ولی اون اگر بخوایم تمام زندگیمون رو پر کنه اونجاست که خطا میشه. وگرنه هر حوزه یک ایدئولوژی خاص خودشو داره. اگر ایدئولوژی های دیگر رو بخوایم تسری بدیم به کل زندگی، اون موقع است که خطر به وجود میاد. اسم های زیبا گذاشتن روی اتفاقات نازیباه. حالا مثال زیاده دیگه. حالا مثلا بریم جنگ جهانی دوم، گشتاپو یا نازی، حزب نازی به رفتارهایی که انجام میداد نامهای زیبا میداد. مثلا راه حل نهایی، در حالی که داشت عده‌ای آدم رو حالا به هر دلیلی که بود میکشت، ولی اسمای زیبا روش میذاشت. داریم اشاره میکنیم که فردوسی به این اسارت زبانی و این عوض کردن زمین بازی اینجا اشاره میکنه. یک اشاره کوتاه بکنم در مورد تفاوت دیکتاتوری و توتالیتاریسم. دیکتاتور، مثال زدن اینجا تو مقاله، من همون رو تکرار میکنم. دیکتاتور یک کسی یا آدم گردن کلوف تصور بکنید سر کوچه وایساده و نمیذاره شما برین خونه و یه باجی باید بهش بدین. شما در پی پیدا کردن یک موقعیت هستید که این رو سرنگون کنید. این یعنی دیکتاتوری. اون شرایط، یعنی شما رابطتون با کسی که داره سر کوچه قلدری میکنه یک رابطه خصمان است. اما توتالیتاریسم نه. توتالیتاریسم یعنی کسی که با چماق میزنه تو سر شما و تو سر ما و ما شام دعوتش میکنیم خونه و همون کسی رو که با چماق میزنه تو سر ما منجی خودمون تلقی میکنیم. این تمامیت خواهیه و تفاوتش با دیکتاتوری اینجاست. یعنی یک تحریف واقعیت داره اتفاق میفته. شما جهان رو گونه‌ای دیگه میبینید و به خاطر همین راه برون رفتش هم دیگه پیدا نمی‌کنیم. خیلی جالبه، خیلی نکته مهمیه. و ببینید که شاهنامه چقدر چند لایه است.
چقدر مهمه، چقدر ما شاهنامه رو بهتر و بهتر بخونیم، چون خاطره قومی ما ایرانیانه. خب تا اینجا خب از پشت دوربینم به ما اشاره میکنن 10 دقیقه شد. بله، یه لحظه یک تنفسی بگیرید، یک درود به روان پاک و شاد و پرگوهر فردوسی بفرستید تا ادامه سخن رو بگم. تا اینجا تفاوت دیکتاتوری و توتالیتاریسم رو گفتیم و اشاره کردیم که نام ضحاک وقتی خنده روه و حرکت موشکافانه و ژرف فردوسی رو بهش اشاره کردیم که اژدیهاک یا اژدهایی که از دو سر شانه‌هاش 2 مار بیرون میاد رو تبدیل به یک آدم خنده‌رو کرده و جایی هم که سکونت داره بهش میگه خانه مقدس. خب در ادامه یه اشارات خیلی کوتاهی میکنه آقای سرگلزایی در مورد این که خب متفکرین متفاوت و گسترده در مورد این که آقا چرا یه فرد اینجوری میشه در حوزه روانشناسی صحبت کردن. یکی گفته به خاطر تحقیر در کودکیه، یکی گفته به خاطر تمجید در کودکیه و نظرات متفاوتی وجود داره که تو نهله‌های فکری متفاوت و پارادایم‌های فکری یک هر کدوم نسخه‌های متفاوتی رو ارائه دادن. حالا من توی جلسات بعدی چون ادامه دار هستیم بس این رو بیشتر بهش می‌پردازم، ولی تا همین جایی که عرض کردم اشاره کردم چرا یک فرد تبدیل به دیکتاتور میشه تا همینجا نگهش دارید و داشته باشید تو ذهنتون بمونه. در کل ما در جهان استعاره ها زندگی میکنیم دیگه، چه در حوزه علمی باشه، چه در حوزه هنری باشه و چه در حوزه ادبیات باشه. استعاره ها هن که زندگی رو برای ما شکل میدن. مثلا در ادبیات دست مهربانی، خب مهربانی دست نداره ولی ما تشبیه میکنیم، ادوات تشبیه رو برمی‌داریم تبدیل به استعارهش میکنیم، میگیم دست مهربانی که برای تقریب به ذهن برامون نزدیکتر باشه. به خاطر همین هم دیکتاتورها به خودشون پدر میگن، به خودشون اسامی رو میذارن که یک مهربانی رو و یک ارتباط دلی رو با یک جمعیتی از مردم برقرار بکنه که اون فضا رو بتونن کلاً عوض کنن. استعاره ها میتونن مفید باشن و میتونن مضر باشن. اصولاً نوع استفاده و کاربردی که برای ما دارن مهمن، خودشون که فی نفسه اهمیتی ندارن. اینجا در مورد اسارت زبانی به 2 رمان اشاره میکنه، یکیش که مال کافکا به اسم گروه محکومین و یکیش برای جورج اورول مشهور رمان 1984. در رمان محکومین اشاره میکنه که اون دیکتاتور کسی رو که گوش نداده به فرامین دستور میدن که روی بدنش کاملا فرامین اون فرمانده یا دیکتاتور رو حک کنن. اینجا یک استعاره است از این که یک اسارتی به وجود میاد برای فرد. اون زبان میاد در کل بدنش میشینه و کل بدنش رو کنترل میکنه. اون کنترلگری، اون نشستن روی تمام اجزای بدن به نوعی این که فردیت شما و آزادی شما رو از شما میگیره. نکته خیلی مهمی. در رمان بعدی که اشاره کردم 1984 یک سازمانی به وجود میاد به اسم Big Brother Association که خیلی جالبه، وظیفش تولید حقیقته. تولید حقیقت. جالبم اینجاست که حقیقت رو تولید میکنن میدن به شما، میگه نه اینی که میگید حقیقت نیست، یک سازمانی ما داریم که اون تشخیص میده که این حقیقت باشه یا نه، یعنی واژه سازی میکنه. مثلا شب یلدا جشن شب چله تبدیل میشه بزرگداشت مثلا مهمانی، مثلا نمیدونم اینا یعنی چی. اینها چیزهای مهمیه که اون شرایط رو عوض میکنه، یا اون یعنی میخواد یک چیز رو تبدیل کنه به یک چیز دیگه ای. اون اسارت زبانیه. یک کلان روایتی رو میخواد حاکم بکنه تا خرد روایت ها از بین بره. خرد روایت ها همون تکثرگرایی، همون دموکراسیه، همون اهمیت به تفکر یک فرده، اهمیت فرده، اما نه اهمیتی که تبدیل بشه به یک جریان انحرافی مثل سرمایه‌داری و فردگرایی افراطی. فرد برای خودش اهمیت داره اما در قالب جامعه. این 2 رمان رو هم میتونیم توی قسمت‌های دیگه یا توی شرایط دیگه با هم بررسیش کنیم، ولی پیشنهاد میکنم که خودتون بخونینش و بهش بپردازید. توی یک قسمتی که در افسانه فردگرایی نوشته پیتر ال کلرو اشاره کردم، اهمیت رسانه ها رو در
اینکه به ما القا کنن شرایط غیر واقعی رو به شرایط واقعی تبدیل کنن توضیح دادم. گفتم مثلا ابزار سینما ببخشید داشت میافتاد، بله زیاد صحبت کردم ولی خب آخرش ابزار سینما رو میتونن استفاده بکنن برای اینکه به ما القا بکنن که نه تورمی وجود نداره. میبینید این همه آدم دستشون پر از مغازه ها دارن میان بیرون، شما پیش خودت فکر میکنی لابد من نمیتونم خوب پول در بیارم، من ضعیفم، من خاک تو سرم و از این حرفا که الان دوچارشین و همایش هم میگیرن، همایش موفقیت شما دارید از زندگی عقب میافتید و دیگه هی من نرم تو این موضوع کنترلش کنم. به نظر من تا اینجا کافیه. اولین مقاله کتاب جنون قدرت، قدرت نامشروع رو با هم بررسی کردیم، اسطوره شناسی و امر سیاسی. این که ضحاک نامش تبدیل به یعنی به معنای خنده‌روست، کسی که اژدها فش و اژدها منشه به یک خنده رویی تعبیر میشه و باعث میشه زندگی شخصی ما رو تحت تاثیر قرار بده، واژه تولید میکنه، جریان تولید میکنه، یه توتالیتر تبدیل میشه و باعث میشه ما فکر کنیم نجات دهندمون همین ضحاکیه که در حال که اژدهاه. یعنی از این قاب نگاش بکنید که اسمش رو گذاشتیم اسطوره شناسی و امر سیاسی. امر سیاسی رو از قالب و عینک اسطوره شناسی بهش نگاه کردیم که شاهنامه مهمترین منبع ماست. من هدفم اینه که مختصر و مفید باشه. امیدوارم این مقاله‌ای که با هم از این کتاب نازنین انتخاب کردیم مورد توجه شما بوده باشه. همه هدف من این و بچه‌هایی که کمک میکنن برای جان شرقی این هست که ایران آباد، آزاد و پر از شادی باشه. سپاسگزارم که میبینید، سپاسگزارم که میشنوید. همه عالم تن است و ایران ده.